چی شد واقعا مهدی منو برد؟ به این داستان از اول براتون تعریف کنم. چطوری مربچ؟ عدالت هستم. آمدیم با پارت 2 بهترین اسنایپ ها. قول دادم ادیتش رو بهتر کنم. این کیل اول یه دقیقه وایسین. این چه جوری خورد؟ بیاین برگردیم عقب از اول ببینیم. آقا اینو نگاه کن. من اون برا زدم. این چه جوری خورد؟ اسنایپ پلیرای توضیح بدین. آها این کیل بعدی که تازه اسپان شده بودم زدمش. مجزه هم خواست من ترک کنم ولی میزنمش ضایع میشه. آقا من دیگه نمیدونم اینطوری میشه یا نه. اینم یه دارک اسکوپ شیک که صحنه آهسته شمرتون آوردم. اینو میدونم دارک اسکوپ چه جوریه وضعیتش، اما جالب اومد دیگه براتون گذاشتم. اینم یه دونه هد قشنگ. آقا اینجا مهدی اسپان شد. لطفا دوباره یه تیر، دو تیر نخورد. سومی هم نخورد. انتظارش اینجا ببینمش ندیدم. گفتم خب چه بهتر خشاب پر کنیم بریم دنبالش بگردیم. بعدم اینجا اینجایی مهدی بزنیمش. آبی خیلی میزنیمش. خب من برم اینجا یکم قایم شم. شاید اومد خسته شدیم یکم دراز بکشیم. من دراز بکشم. صدا پا چرا تا دراز میکشم راه بیا نمیدونم حداقل بزنم دلم خنک شه. نه بیا اینجا بزنم. آقا این نمیتونستم بزنیم. یه دونه میزنیم نمیخوره بهش. میریم اینجا. دیر دیدمش من زوم نکردم بزنم. آقا اونوره ببینیم شاید اونوره. این کیه؟ طور خوندین من به این راحتی نمیمیرم. بیا اینجا مهدی زدمت. برویم دنبال مهدی بگردیم. آقا اینجا یه دونه زدم نشد. گریه کن مهدی جانم که گریه بسیار زیباست. دیگه از کیلو عجیب غریب گرفتم براتون. چند تا از کیلایی که خوب زده شد براتون گرفتم. و توضیح بدم من این قبل از اینکه اپیک و کاراکتر فعلی رو بگیرم به خاطر همین کاراکتر نایف و گان همه اینه. بچه مهدی از اینجا داخل تونل آمد دیگه من دیدم رفت زدمش. اینجا هیپ نمیخوره. اینم آقا یه دقیقه اینجا وایسین. یه دقیقه بچه های اسنایپ اینو خودتون توضیح بدین. برگرد عقب. این برگرد عقب. سوال اینه این نه دارک اسکوپ بود نه فایر چجوری خورد بهش. یه توضیح بدن خودتون آقا اسنایپرها. بریم بخش بعدی ویدیو. اینجا یه اسلاید خوشگل تخت سینه‌اش. اینجا آمد آقا بزنه ماره ولی میزنیمش. آره تو نمیتونی از وسط بیای منو بزنی. هر کسی عدالتونه اینطوری نمیتونه بزنه. نه اینجا هم اینطوری منو زد. اینجا می خط میگیری میزنی صدا بده صدا خربزه. اینجا میشینم چون میدونم آقا اینجا بچا بشینین اسلاید ندین چون میزنن. بشینین به احتمال 60-70% نمیتونن. بچه من انتظارم تخت سینه‌اش نمیدونم چه نفر شما یه توضیح بدین. اینجا دمیج میده قدرت دستم میخوره میگم خودکشی کنم. یه خودکشی میکنم کیل بهش ندم. اینجا ولی انتقام اون دمیج رو میگیرم. اینطوری میزنی مهدی قشنگ بچه صدا بده. یه آمپول ریز میزنیم یه خط رو میگیریم که بیاد ولی خط رو زود ول میکنیم ولی بازم اینطوری هدشات میگیریم. آقا پس کلش دادم و چون این صحنه زیاد گذاشت خودم نذارم دیگه. و بعد آمپولنش هم خودکشی کردیم. بله جالبه. بریم جلوتر. بله آقا من اینجا مهدی میبینم یه دمیج میده و چرا کاراکتر من میشینه؟ چرا کاراکتر من نشست؟ بیخیال مهدی رو دوباره اینجا خفت میکنم ولی مهدی خفتم میکنه فشار میخورم. اینجا چه خطش رو داشتم و آمد اونهاشش. تیر اول نخورد. تیر دوم هم طبیعتا نمیخوره. تیر سوم که میام از اینجا خط میگیرم بیاد نمیاد. ولی بچه نکنیم اینجا که ادامه خطگیری ها رو انجام میدیم. ببینین میرم دنبالش روش اون بره بچه ها روش اون بره. یعنی فشار من سر اینه. یه تیر نمیخوره. تیر دوم تحت سینه نمیخوره. تیر سوم نمیخوره. تیر چهارم خورد به صد لاشقار. این چرا خورد به پاش خدایی؟ این چرا خورد؟ این فشار وارد شد. اینجا بچه تو تنظیمات سنس رو عوض کردم. مهدی سانترپ هم دمش گرم نگرد ولی دیگه زدمش. داشت میرفت دمیج دادم بعدم که پیک داد یک دونه زدم. صداهای خوشگل داد. بچه من فشار خوردنه مهدی بعد هر مچ که اینطوری می‌بردمش. یه چیزی کاراکترم واقعا کورکا میریخت که چرا میشینه و ایده‌ای هم نداشتم.
گفتم آقا بذار اسکیلای مهدی هم بذارم اینجا. مهدی اسلاید خوب میاد. بچه‌ها من دیگه کم دیدم. ببینید مهدی خوب آمارش چنده، میزنتم. به خاطر همین کمپ کرده بودم. این دومی و من 19 میشم آخرین کیلو. بچه‌ها فرین رو آخرین کیلو خواهی قدرت رو برمی‌زدم. خدا وکیلی اینجا گیر ندین. قدرت رو زدم که بزنمشون، هم داشت ولی اون هم تیر اول میزدم تیر دوم لاغر من حتی یه دونه تیرم نزدم بهش فشار نخورم. خدا وکیلی قشنگ زدتم. 20-19 باختم. پارت یک قشنگ من اونجا نمیدونم چند بچه‌ها بردم اینجا لذاش. اینا که پیروزی شد. بریم سر وقت اتچمنت. بچه‌ها گردنه 117 سی پی که خودم زدم. آیتمایی که بخوام بگم دیگه کاراکترش و کاتانا و دیلشه که بعد اون گرفتیم. سی پی هم بچه‌ها دیگه خاصی از خودمون بخریم. مارا گربه هم موجود کردیم با قیمت فقط 20 تومن که واقعا ارزونه. بچه‌ها اتچمنت تو همین ویدیو استفاده شد. اتچمنت واقعا سریع، سبک و قوی، قدرتمندی بود به قول یکی از بچه‌هامون. و بچه شاید خیلی ها خوششون نیاد مثلا این مدل اتچمنت ها. به خاطر همین من حالا عوض میکنم بدونین با چیا عوض کنین. مثلا خیلی دوستان با این خشاب کورکن بازی کنن. این خشاب رو یا با پرکش عوض کنید یا با این مازلش که من ترجیحاً با پرک عوض کنم چون صدا خفه کن بیشتر احتیاجم میشه. حالا شما میتونین مثلا به جای من خشاب نذارید، آندر برل رو به جای پرک یا لولش بذارید. فرق چندانی نمیکنه. این اتچمنتی که بود که بهتون پیشنهادش میدم قوی بود. باگ هاش هم دیدین. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب فراموش نشه. فعلا خدافظ تا پارت بعدی.